سلام علیکم، خسته نباشید دوستان. امروز نصب گوشی تصویری تابا رو داریم. گوشی دربازکن، هم صوتی هم تصویری دیگه. دربازکن مارک تابا رو داریم دوستان. داخل خود جعبه این گوشی دربازکن یک پایه است که رو دیوار نصب میشه. گوشی هم نگاه کنید 4 تا شیار پشتش داره، 1 2 3 4 که به این طریق روی پایه نصب میشه. بعد همراه گوشی یک ترمینال بر 220 ولت است. بعد یک ترمینال همراهش واسه کابل آیفونش است. طریق سیم کشیش اینطوری دوستان، یه فاز نور مستقیم برق شاهدی میاد اینجا داخل این قوطی که وصل میشه به این کابل. بعد